خداوند 2 تا کعبه داره، یک کعبه از آب و گل که بانی اون بنده خداست ابراهیم، و یک کعبه از جان و دل که بانی اون اللهه. کعبه‌ای که از جان و دل تو دل تک تک شما هست، اون کعبه واقعی است، وگر اون سنگه. ما 2 تا چشم داریم، یکی چشم بصر بهش میگوین که مادیات رو میبینه، و یکی چشم بصیرت که چشم دل معنویات رو میبینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور تام یوم القیامه. بشارت بده، خداوند میگه به پیامبرش بندگان من که در تاریکی شب به سوی مساجد میشتابند به نور کامل در روز قیامت، به نور کامل در دنیا و آخرت. من فقط دعای یک جوان به شما بگم، جوانای خوبی نشستن اینجا، همه خوبن، همه از من بهترین. به برکت حضور شما شاید خداوند نظر لطفی به ما هم بکنه. یکی از جوانایی که نه پرورش اندام رفته، خداوند این جوان رو زیبا صورت و زیبا اندام و اندام پیشیده، فشرده، شیک، متناسب آفریده. نرفته پرورش اندام، خودشو با قرص و با چیزهای دیگه پرورش بده. این جوان مؤمنه. یکی از دوستان نقل میکرد که خیلی با تقواست، میگه که یکی از دعاهاش اینه که خدایا این صورت و اندام زیبای من سبب فتنه برای هیچ برادر و خواهری قرار مده، منو نجات بده، که این اندام زیبای من سبب فتنه برای خواهر مسلمانی یا خواهری باشد. چه دعای زیبایی است از یه جوان خوشتیپ، خوش اندام، خوش صورت. خدایا این اندام زیبا را با ایمان زینت ببخش. وقتی که زلیخا به یوسف گفت هی تلک، 3 چیز ما داریم مقام، داریم مال، داریم جمال. این 3 تا اگر کمال همراهش نباشه به انسان خیانت میکنه. مال اگر کمال نباشه آدم و مغرور و خودخواه و متکبر و سرکش میکنه و ظالم میکنه. جمال اگر کمال همراهش نباشه به آدم خیانت میکنه. و مقام اگر که کمال همراهش نباشه نمرود و فرعون زمان میشه آدم، مثل این بوشی که خوشش میاد خون ببینه. براش مهم نیست که 1 میلیون کودک در افغانستان یا در عراق یا در جاهای دیگه قتل عام بشن، یا در بوسنه هرزگی یا در جاهای دیگه. وقتی که زلیخا مثل گرگی به دنبال یوسف دوید، میخواست اونو بدره، گفت هی تلک، من آماده ام برای حمله ور شدن. یوسف جمال داشت، اما کمال یوسف جمالشو کنترل کرده بود. یوسف گفت معاذ الله، پناه به خدا. این بهش میگن کمال. چطوری جمالو کنترل کرد؟ کسی که ته چاه بود، کسی که در چنگال زلیخا بود، رسید با این کمالش به خزائن مصر. خزانه‌دار مصر شد، از ته زندان و چاه در آمد و خزانه‌دار مصر شد و امین عزیز مصر شد. این نتیجه تقوا و طهارت و پاکی است. هر اشتباهی کردید، پیامبر میگه اگر گناهتون به اندازه نجوم آسمان و قطرات باران و ریگ‌های بیابان و پری بین زمین و آسمان باشه، فقط به من شرک نورزید، بیاد بگی یا الله میامرزم ولا ابالی، ابرو هم خم نمیشه. این همه جوان سرگردان در بازارها و چهارراه‌ها و در دبیرستان‌ها و مدارس دخترانه ایستادن، منتظر کیان؟